به نام خدا. جناب آقای دکتر محمد رضا محیدی عزیز، جناب آقای هادی بابایی فلاحی گرامی، خیلی خیلی سلام عرض می‌کنم، خوش آمد میگم خدمتتون. توی یک روز تابستانی پایان مرداد مزاحمتون شدم و خیلی خیلی خوشحال هستم که امروز اینجا حضور دارید. در فرایند پادکست گرفتگیر امروز می‌خوایم در ارتباط با جامعه شناسی هنر صحبت بکنیم و به خاطر همین مزاحم محمد رضای گرامی شدیم و میخوام ازت خواهش کنم محمد رضا جان که در ارتباط با رابطه بین هنر و جامعه، چیزی که به نظر میاد یک سوال حالا شخصی برای من و ممکنه برای دیگران هم پیش اومده باشه، این هستش که با توجه به اینکه هنر طبیعتا از فطرت انسان برخواسته است و یک در واقع مفهوم جهان شموله، آیا تعریفش توی فضاهای مختلف اجتماعی و جوامع گوناگون یکسانه یا اینکه در جوامع متفاوت ما تعاریف متفاوت یا کارکردهای متفاوتی از هنر داریم؟ با این بحث شروع کنیم و بعد ادامه گفتگو رو انشالله ببینیم کجا پیش خواهد رفت. حتما. خیلی متشکرم که من رو به برنامه‌تون دعوت گرفتیم. اگر از نقاشی غارها که به حدود 15000 سال پیش برمیگرده شروع کنیم، یا از نقوش و معماری باستانی که به حدود 3000 سال قبل برمیگرده شروع کنیم، یا اگر بخوایم از هنر اکنون و معاصر صحبت کنیم، بچه اشتراک همه اینها اینه که هنر بیانی از خواستوها و آرزوهای انسان بودند. آرزوها، امیال و تصورات انسان در طول تاریخ عوض شدند. تاریخ هنر چنین دگرگون شده. تاریخ هنر تاریخ اشیاء هنری نیست، تاریخ آرزوها و امیال و خواسته های انسان، خواسته هایی که جنبه زیستی دارند، خواسته هایی که جنبه طبیعی دارند، یعنی به رابطه انسان و اقلیم برمیگردند، و خواسته هایی که برآمده از زمینه های اجتماعی است. برای همین ما در جامعه شناسی هنر به درهم تنیدگی هنر و نظام های اجتماعی میپردازیم و این نظام های اجتماعی در طول تاریخ دگرگون شده و تاریخ هنر رو هم دگرگون کرده. اگه بخوام باز به فرمایش شما، سوال شما برگردم و به این سوال امروزی تر جواب بدیم، باید اشاره کنیم که خب خواسته ها، آرزوها و تصورات انسان امروزی چطوره؟ و این پرسش سختیه. این که بگیم، یعنی برای اینکه هنر کنونی رو بشناسیم و به رابطهش با جامعه حتی بپردازیم، باید بریم سراغ آرزوها، امیال و تصورات انسان امروزی و بگیم که خب شاید این رو به ساده تر بتونیم درباره جهان گذشته بگیم، چون ما قدری تقلیل گرایانه با تاریخ هم روبرو میشیم و میگیم که انسان‌های گذشته آرزویشان چنین بوده است و چنان بوده است و برای خودمون یک فهرستی از آرزوها رو استخراج میکنیم. شاید دقیق هم نباشه، اما ما میتونیم انگار گذشته ها رو راحت‌تر به فهرست در بیاریم، مقوله بندی کنیم، دسته بندی کنیم و بگیم بله یکی از آرزوهای جوامع سنتی آرزوی مثلا آرزوی بازگشت به بهشت ابدی است، یک مأمن از دست رفته. اما این توصیف ها برای انسان مدرن و معاصر دشوارتر، پیچیده‌تر و حتی مبهم‌تره و این ابهام هنر مدرن و معاصر هم در همینه. باید ببینیم که خواسته های انسان مدرن چیه و این خواسته ها همه اجتماعی هم. یعنی آزادی، انتخاب، برابری، اینا همه خواسته های جهان کنونی ماست و هنر تصویری، تصوری و بیانی نه لزوما مستقیم اما در ارتباط و در همتنیده با همین خواسته هاست. پس در جامعه شناسی هنر مثلا ما میریم درباره در همتنیدگی هنر و نه اشیاء هنری لزوما. هنر یعنی تجربه هنر ورزیدن و آزادی رو بحث میکنیم، هنر و برابری رو بحث میکنیم، هنر و استقلال رو صحبت میکنیم. مثلا هنر و آزادی رو وقتی میخوایم صحبت کنیم طبیعی که میریم سراغ تاریخ سیاسی جوامع، اینکه چگونه در اون نظام‌های اجتماعی که صحبتشو میکردیم آزادی چگونه به مثابه یک آرمان پدید آمد
و چگونه هنرها بخشی از این ساخت تصور انسانی شدن. یا هنر و استقلال. استقلال هم دلالت‌های فردی داره، یعنی برمیگرده به فردیت یافتن ما، برمیگرده به مستقل شدن ما، و هم دلالت‌های اجتماعی داره. مثلا ما می‌خوایم جوامع مستقلی باشیم، یک آرزوی دیرین برای جوامع بشری است و البته تقویت شده در ملی‌گرایی جهان مدرن که ما بگیم یک جامعه مستقل داشته باشیم. هنر و استقلال چنین در هم تنیده میشن. درسته. من اجازه است یه سوال بپرسم در خلال این نکته در ارتباط با رابطه هنر و آزادی که مثال زدین. خب طبیعتاً اونجا دیگه نژاد و رنگ پوست و چون زبان و قومیت و جغرافیا و اینا طبیعتاً معنایی نخواهد داشت، به خاطر اینکه آزادی یک مفهوم جهان شمول و یک مفهوم انسانی و فطریه که همه دنبالش هستن، همون امیالی که همه در واقع آرزوشو میکنن. اما وقتی هنر و استقلال رو صحبت میکنیم یه مقدار مباحث وارد فضای محدودتر اجتماعی و بحث در واقع جغرافیا و مرزهای سیاسی و فرهنگی و اینها میشه. سوال من اینجاست که پس در واقع در بعضی موارد ما میتونیم بگیم هنر هیچ مرزی نداره و در تمام جوامع یکسان بهش نگاه میشه، همه به دنبال آرزوی مشترکی هستن، و در بعضی موارد میتونه هنر کارکردهای اختصاصی و محدودتری داشته باشه. درست استنباط کردم؟ پاسخ من به فرمایش شما بله هست، اما با بخش اول فرمایشتون که میگید آزادی یک امر جهان شموله، اونو یک مکسی میکنیم. بله. برای اینکه حدود آزادی، تصور آزادی و مرزهای آزادی باز در قلمرو فرهنگ هاست. یعنی اینکه بگیم یک امر فطری است و مربوط به همه آدم هاست و مشترک در همه جوامع هست، باید بگیم که البته یک امر اجتماعی است. یعنی شکلی از آزادی که ما امروز برای خودمون تصور میکنیم در جوامع پیشین نبوده است. هم در صورت‌های اجتماعی، مثلا آزادی در انتخاب همسر، این یک تجربه جدیده، در جوامع گذشته نبوده. یا آزادی در رأی دادن، کاملا یک صورت مدرنیه. یعنی ما برای اینکه انتخاب داشته باشیم باید آزادی داشته باشیم، ولی این کاملا یک مقوله مدرنی است، دستاورد جوامع مدرنه. برای همین مواجهه همه فرهنگ‌ها، همه جوامع در تاریخ‌های مختلف با مقوله آزادی همسان نبوده که اون رو یک امر جهان شمول بدونیم. یا برابری به مثابه یک امر جهان شمول میتونیم بگیم چیزی که همه ما در همه نظام‌های فرهنگی، در همه نظام‌های دینی چنین آرمانی وجود داره، ولی وقتی به صورت اجتماعی میخواد در بیاد بگیم که خیلی خوب این آرزو چگونه صورت بندی، این در واقع برابری چگونه میخواد محقق شود، دیگه نمیتونیم بگیم که یک صرفا یک آرمان مشترک برای همه انسان هاست. باید بگیم که چه تجربه متفاوت فرهنگی است. هنر هم چنینه. یعنی اگرچه که ما میتونیم این پیش‌فرض رو بپذیریم که انسان‌ها یک کششی به امر زیبا دارن، یک کششی به هنر دارن، ولی تجربه این در جوامع و فرهنگ‌های مختلف متفاوته. من درباره جهان شمول بودن یا جغرافیایی بودن هنر قدری پیش رو بیشتر صحبت خواهم کرد. اشارم به این بود که خواسته های انسان مدرن، اگه بخوایم بگیم که فهرست کنیم که زیاده، نداریم اشاره میکنیم، مثلا میگیم آزادی، برابری، استقلال. حالا میتونیم به چیزهای دیگری از انسان مدرن هم صحبت کنیم، مثلا شکل زندگی که ما امروز داریم، مثلا زندگی شهری، زندگی خیابانی. چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه اینا رو داریم در پیوند با هنر صحبت میکنیم. دارم میگم که آن چیزی که جامعه شناسی هنر بهش میپردازه نه لزوماً و صرفاً و دقیقاً از تاریخ هنر، بلکه از خود انسان، آرزوها، تصورات انسان آغاز میشه. و ما میگیم که خیلی خوب این تصورات چگونه صورتبندی سیاسی میشه و چگونه نظام‌های اجتماعی به وجود میان، چگونه صورتبندی هنری میشه و آثار هنری به وجود میان. برای همینه که در جامعه شناسی هنر تاریخ هنر و تاریخ سیاست دو پاره از هم جدا نیستن، در هم تنیده هستن. و ما میتونیم بهش بگیم تاریخ اجتماعی هنر، تاریخ سیاسی هنر.
بدین معنا میتونیم یک در واقع راهی رو برای بحث از جامعه شناسی و هنر یا جامعه شناسی هنر یا جامعه شناسی درباره هنر رو پیش رو خودمون باز کنیم. بسیار سپاسگزارم، ممنون. من فکر می‌کنم یه سوال خیلی مهمی که باز به نظرم باید مطرح بکنیم در رابطه با بحث جامعه و هنر این هستش که خیلی وقتا ما شنیدیم که هنر تحت تاثیر جامعه، تحت تاثیر محیط پیرامونیش در ارتباط با هم نوعان میتونه شکل بگیره و در واقع مصداق‌هاش بیان بشه. اما از اون طرف بعضی مواقع هست که جامعه تحت تاثیر هنر حرکت میکنه و هنر میتونه راهگشای مسیر پیشرفت جامعه باشه. میخوام در واقع تعامل و تناسب این دوتا رو ببینیم چجوری تقدم و تأخرش، تأثیر و تأثرش. راجع به این میخواستم صحبت کنم اگر که بتونیم. اگر اجازه بدیم من یه مقدار، چون که حوزه تخصصی دکتر موریدیه، یه چیزی که واقعا برای خودم هم سواله میخواستم اضافه کنم به سوال شما. این که فرمودین به طور مشخص در مورد فرهنگ ایرانی که همیشه در طول تاریخ درونگرایی خاصی داشته و امروز وقتی میخوایم مطالعه بکنیم در مورد جامعه ایرانی و اینکه این جامعه ایرانی چطور فکر میکرده، هم به خاطر کمبود منابع و هم به خاطر اینکه ایرانی تقریباً به خاطر تحت فشار سیاسی بودن یه جور دیگه خودش رو نشون داده. بله. با توجه به این قصه ما در مورد این سوال بخوایم حرف بزنیم چی میشه؟ آره، نکته درسته. واقعاً جامعه ایرانی، آیا ما سندی مثلا میتونیم داشته باشیم در مورد جامعه ایرانی دوره ایلخانی که بخوایم نسبتش رو با هنر بسنجیم؟ سوال سخت شد نه؟ آره، سوال چند وجهیه، به خصوص اینکه از دو جبهه این پرسش مطرح شد. من از فرمایش شما یک بحثی رو شروع میکنم و سعی میکنم که حول و حوش مسئله شما یک قدری قدم بزنید، نه که پاسخ بدم، چون پاسخ دادم بهش مقدمات زیادی رو هم میخواد و کسان دیگری هم باید باشن که به اشتراک بگذاریم بحث رو. همون درباره این که هنر بر جامعه تاثیر میگذاره یا جامعه بر هنر، نه این رو فقط بخوایم درباره هنر بگیم. در جامعه شناسی بحث دیگری صورت بندی میشه تحت عنوان عملیات و ساختار. این که ما هنر رو یک عملیات بدونیم یا در یک وضعیت ساختاری بخوایم ازش صحبت کنیم. و این برمیگرده به دو نوع مواجهه، یعنی بحث از عملیات و ساختار برمیگرده به دو رویکرد در جامعه، در جامعه شناسی. جامعه شناسای کلاسیک عمدتاً به دنبال تبیین ساختاری جامعه بودن، یعنی میخواستن توضیح بدن که چگونه ما در سیطره عواملی هستیم که بر ما مسلطاً ما رو شکل میدن و ما ازشون چندان ممکنه آگاه هم نباشیم. نه مثلا فقط هنر نبوده در اون زمان، مثلا یه پدیده اجتماعی مثل فقر چگونه به وجود میاد و ما نمیتونیم اینو تقلیدش بدیم به فقیر. آسیب‌های اجتماعی رو نمیتونیم تقلیل بدیم به تهیدستان، تقلیلشون بدیم به فرودستان جامعه و به این ترتیب بله و به این ترتیب یک اخلاق اجتماعی رو بسازیم. یک اخلاق اجتماعی ساخته میشه که با سرکوب در واقع با نادیده گرفتن ساختارها، عملیات‌های مقصر رو در سطح جزء شما انگار بخواید پیدا بکنید. تقصیر فقراست، تقصیر تهیدستانه. جامعه شناسا اما یک تبیین ساختاری از جامعه دادن و گفتن که این ساختارها چگونه این پدیدار رو به وجود میاره. این مواجهه جامعه شناسی کلاسیک با همه پدیدار از جمله هنر. به این ترتیب میرن سراغ تاریخ، میرن سراغ روابط قدرت، میرن سراغ چیزهایی که ما نمیبینیم اما مؤثرن در تجربه ما از پدیده ها. بخشی از جامعه شناسی هنری که در جامعه شناسی کلاسیک به ویژه مطرح میشه، صحبت از اینه که هنر چگونه ساخته شده، یا به تعبیر جانت ولف میگه هنر چگونه در یک تولید اجتماعی به دست آمده. اصلا عبارت تولید اجتماعی هنر دلالت میکنه، یا کتاب تاریخ اجتماعی هنر آرنولد هاوزر داره دلالت میکنه بر ساختارهایی که تجربه‌های هنری و آثار هنری شکل داده. اما در جامعه شناسی دوران کنونی به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی در نیم قرن گذشته، جامعه شناسی عملیات گراست. یعنی به این فکر میکنه که خب این ساختارها از کجا آمدن؟ ساختارها چگونه ساخته شدن؟ این رو بوردیو مطرح میکنه، میگه اصلا
ساخته میشوند، ما در ساختشون دخیلیم. به این ترتیب موضوع برای بوردیو این نیست که عاملیت مقدم است با ساختار یا ساختار مقدم است بر عاملیت. میگه چگونه این عاملیت و ساختار به هم تبدیل میشن. مسئله هنر اگه طولانی نشده باشه و نسبتش با جامعه هم چنینه، یعنی هم بر جامعه اثر میگذاره هم از جامعه اثر میگیره. یعنی ما نمیتونیم صرفاً مثل جامعه شناسی کلاسیک از ساختارهای شکل دهنده بر هنر صحبت کنیم و نمیتونیم انقدر سرخوشانه از هنرمندان مستقلی صحبت کنیم که فارغ از شرایط اجتماعی دارن آثاری رو خلق میکنن که ما اسمشو بذاریم هنرمندان مستقل یا هنرمندان آزاد. این توصیفات در هر دو سو شاید یک کمی ساده انگارانه یا یک کمی شاید بگیم سهل انگارانه باشه. جامعه شناسی معاصر از در هم تنیدگی صحبت میکنه. به فرض ما قبلا از جامعه شناسی تصویر صحبت میکردیم، اما امروز از چیز دیگه صحبت میشه، بهش میگن جامعه شناسی تصویری. یعنی وقتی میگیم جامعه شناسی تصویر، جامعه شناسانی هستن که تصاویر رو مطالعه میکنن، اما در جامعه شناسی تصویری ما در تصاویر جامعه رو مطالعه میکنیم. نیست؟ آره، این ما به واسطه تصاویر جامعه رو مطالعه میکنیم. هنره که به مثابه یک نقطه چگالی شده، به نقطه یک مرکز ثقلی، انگار نیروهای اجتماعی اون تصورات رو در خودش انگار متمرکز کرده و جامعه شناس میره سراغ این مرکز ثقل، میره سراغ اون نقطه کانونی. مثل اینکه این جامعه شناس میره سراغ بحران‌ها، مثلا میره انقلاب‌ها رو مطالعه میکنه که مجموعه نیروهای اجتماعی که در یک جا به هم رسیدند و تحولی رو رقم زدن خب مطالعه کنه. به همون نیت میاد سراغ هنر، یعنی مجموعی از آرزوها، خواسته‌ها، تصورات، نیروهای اجتماعی یک جای انگار واقع شدن، پدید آمدن. اونجا میره و از اونجا جامعه رو مطالعه میکنه. اینجا دیگه برای جامعه شناس هنر یک سوژه صرف مطالعاتی نیست، بلکه خود امر اجتماعیه. چرا؟ چون باور داره که این امر اجتماعی بر جامعه تاثیر میگذاره. لذا این رو هم دارم در یک تاریخ جامعه شناسی توضیح میدم که جامعه شناسی گذشته و جامعه شناسی کنونی چه مواجهه با هنر داشته، هنر رو آیا فعال میدونسته، عامل میدونسته یا منفعل و در یک وضعیت در واقع پذیرنده ساختار. و هم شاید بتونیم بگیم نه در واقع تاریخ جامعه شناسی، بلکه میتونیم از دو نوع جامعه شناسی هنر هم حتی صحبت بکنیم. اما بغرنجی کار وقتیه که بریم سراغ پرسش شما آقای دکتر بابایی که میگی خب درباره ایران چی؟ در واقع صورتبندی سوال شما رو میشه اینجوری برای خودم انگار بازگو کنم که خیلی خوب، هنر ایران رو در یک وضعیت عامل میدونی یا یک پذیرنده ساختار؟ آیا هنر ایران ساخته شده در وضعیت‌های ساختاری است یا یک عاملیتی داشته در تاریخ ایران؟ این رو میتونیم هم از منظر جامعه شناسی کلاسیک و معاصر توضیح پذیرش کنیم و همین که اصلا مهمتر از اون در مورد کدوم دوره تاریخی هنر صحبت میکنیم راه پاسخ پیش روی ما باز میگذاره. اگه درباره هنری تاریخی داریم صحبت میکنیم، احتمالاً باید درباره وضعیت‌های ساختاری مسلط بر تولید اجتماعی هنر، مثلا در کارگاه سلطنتی، بیشتر صحبت کنیم. و وقتی میایم در دوره کنونی، طبیعیه که هنر عاملیت پیدا میکنه. اصلا چیزی که ما بهش میگیم هنر مدرن، هنری که عاملیت داره نیست. برای همین در متن اجتماعی خودمون هم وقتی میخوایم از هنر مدرن، آمدن هنر مدرن به ایران صحبت بکنیم، باید این سوال بپرسیم که هنر در ایران از کی عاملیت پیدا کرد، از کی حضور پیدا کرد، از کی تونست مؤثر باشه. شاید به شکل دیگری، از راه دیگری بتونم یک مسیر باز کنم، دست و پا بزنم که به این سوال بغرنج شما جور دیگه جواب بدم. چون آره چون انقدر سوال دشواره. آره مثلا وقتی به من میگه خب در دوره ایلخانیان مثلا، نه، اون وقت ما میتونیم از جای دیگری کمک بگیریم، اصلا یک مفهوم میانه دیگر رو پیش بکشیم و اون بحث جامعه شناسی تاریخی است. نگیم جامعه شناسی هنر، نه که نباید بگیم و نه، بلکه میتونیم بگیم جامعه شناسی تاریخی هنر.
نیست. وقتی میخوایم بریم سراغ هنرهای تاریخی دیگه، نه مثلا شما ایرخانیان، وقت جامعه شناسی تاریخی اصلا به ما چی میگه؟ جامعه شناسی تاریخی در ایران یک کمی، یعنی یک کمی نه، همیشه بحث برانگیزه وقتی میگیم جامعه شناسی تاریخی، برای اینکه ما معمولا در جامعه شناسی تاریخی باید بریم سراغ دوره‌بندی ها، ایدئال سازی ها. ایدئال نه به معنای ایدئال یا به معنی ایدئال تایپ های وبری، نه، یعنی دوره‌بندی کنیم، مقوله سازی کنیم، بگیم هنر ایران در این دوره این مفهوم یا این شکل نظام زیستی یا این شکل روابط قدرت یا این شکل از زمینداری که روابط قدرت و نمیدونم روابط اجتماعی رو شکل میداده مسلط شده است، نیست. و این کار دشواری است. یعنی شما دوره بندی کنید تاریخ رو، نیست. مثل اینکه کاری که شما در تاریخ هنر انجام میدید، شما در تاریخ هنر ایران بیاد اینو زید مراکز قدرت دسته‌بندی کنید، میگید مکتب هرات، مکتب اصفهان و حالا خود تاریخ رو چطور میشه دسته‌بندی کرد؟ یعنی بگیم در دوره‌ای که نظام ملوک و طوایفی غالب میشود، در دوره‌ای که نظام تیولداری تثبیت میشود، نه، یک دوره‌بندی‌های از هنر بدیم که مربوط به نظام اجتماعی است و بگیم خیلی خوب، حالا در این نظام‌های اجتماعی هنر چگونه داره تجربه میشه. نمیخوام به این سوال جواب بدم، دارم سعی میکنم که به سوالتون نزدیک بشم، یعنی بگم که چگونه میشه سوال شما رو یک کمی دوباره صورتبندی کرد بر اساس نظام روابط قدرت، بر اساس نظام روابط زمینداری. و برای اینکه تو جامعه شناسی مثلا وقتی ما از روابط زمینداری صحبت میکنیم داریم از صورتبندی اجتماعی صحبت میکنیم، چون این نظام مثلا روابط زمینداری روابط ارباب رعیت فقط تعیین نمیکنه، حتی نوع دینورزی هم میتونه دگرگون بکنه، نوع پرداختن به هنر هم دگرگون بکنه. دارم هولوش سوال شما پرسه میزنم، نه که بخوام دقیقاً به سوال شما جواب بدم. اگر پیش آمد در ادامه بیشتر صحبت میکنیم. بسیار عالی، خیلی ممنون. اصلا قصد ما این هستش که بتونیم در واقع این فرآیند جوری پیش ببریم که مخاطبین ما و شنوندگان بتونن به اصطلاح شما پرسه بزنن هولوش این حوزه موسیقی، قرار نیست جوابی به چیزی بدیم. خیلی متشکرم. واقعا برای بعضی از این موارد، بعضی از این مسائل باید متخصصین چندین حوزه حضور پیدا کنن. من یاد یه مثالی افتادم که چند ماه پیش باش مواجه شدم در یک شهر کویریمون و خیلی برام سوال ایجاد کرد و چون توی حوزه جامعه شناسی واقعا نه مطالعه خاصی دارم و نه تجربه‌ای دارم، این رو احساس کردم که چقدر نیازمند هستیم به شما. شما تصور کنید برای 1000 و خورده سال مردم یک جای، یک شهری، شهر کویری، نسل‌های مختلف و حتی با کمک حاکمانشون تصور کنید و عالمانشون، عالمای دینیشون، دست به دست هم دادن که یک سنت ایران باستانی رو استمرار بدن و تا امروز برسونن. شما در مورد شما سرورانم بهتر از من درباره تقدس آب در دوره ایران باستان میدونید. این مقدس بودن آب اومده و تبدیل شده به یک جای مقدسی در مثلا شهر کاشان که دارم ازش صحبت میکنم که صراحتا یک چاه آبه و محل عبادت به حساب میادش و با نقاشی های عاشورایی پوشیده شده سقف این مرکز عبادی به اصطلاح و حتی ببخشید سقاخانه ها مثلا نه اصلا امامزاده، یعنی حتی سنگی اونجا وجود داره که خب زیرش قبری نیست، چاه اون زیر صراحتا طبقه پایینش یک چاه به حساب میادش و همچنان اون آداب که خانوم ها باید بیان اینجا عبادت کنن اونجا وجود داره. چیزی که برای من شگفت انگیز بود این که فکرشو بکنین 1000 و خورده سال مردم یک اجتماع، میگم به علاوه حاکمانشون، به علاوه عالمان دینیشون، دست به دست هم دادن که اینجا رو حفظ کنن، اون آداب رو بیارن و متصل کنن به اون بخش از اسلام و تشیعی که خودشون پررنگتر دارن میبیننش. این شاید جایی مکتوب براش نباشه، شاید اگه بخوایم مطالعه کنیم همین مردم همون دوره ایلخانی که میگم، دوره سلجوقی، دوره تیموری، مواجههشون چی بود؟ اصلا نگاهشون چی بود؟ آیا آگاه بودن که مثلا فردی که در تیموری‌ها میدونستش که مثلا 900 سال پیش اساساً یک دین دیگه‌ای وجود داشته که این آب رو
مقدس میدونسته و وارث اون داره به حساب میاد. این رو یه پرگویی کردم از این جهت که بگم چقدر نیاز داریم به همدیگه که بیایم اینها رو خوانش کنیم. حالا من نوعی فقط اون نقاشی رو میتونم اونجا خوانش کنم، ولی واقعا این تاریخ و این ماجرا و مناسبات اجتماعی رو در موردش حقیقتا چیزی نمیتونم بگم. در خدمت هستیم دکتر. بسیار عالی. جالب بود. مثال جالب بود. بله. خیلی ممنون هادی جان از مصداقی که مثال زدی. اما اگه اجازه باشه من یه نکته دیگه رو این وسط استفاده کنم از حضور شما عزیزان و مطرح بکنم. اونم این هستش که از خلال صحبت شما من 3 تا کلید واژه، 3 تا در واقع مدخل به ذهنم اومد. یکی بحث هنر، فرهنگ و جامعه، یعنی این ترکیب این 3 تا یه سگانه ایجاد میکنه که خب در طول تاریخ طبیعتاً این 3 تا حضور داشتن، همیشه با همدیگه داد و ستد میکردن و همدیگه رو شکل دادن و اون آرمان و آمال و آرزویی که برای همه ماها در طول تاریخ وجود داره رسیدن به شاید به تعبیری صلح و پایداریه. میخوام اینم رابطه این سگانه هنر، فرهنگ و جامعه برای تحقق صلح و پایداری به خصوص تو دورانی که ما امروز داریم در واقع حضور داریم توش و داریم زندگی میکنیم با این همه مشغله ها، این همه در واقع مسائل سیاسی، چون تداخلات بین اجتماعی، فرهنگی، مسائل چون معیشتی و خیلی از آشوب هایی که باش درگیر هستیم، این سگانه چگونه میتونه به ما کمک بکنه که ما به این پایداری یا به این صلح و آرامش برسیم؟ سال‌ها همش سخت باز از اون سال سخت‌ها بود. ولی نه، این دستمایه‌های گفتگوان دغدغه‌های هممونه واقعا. برای من جامعه شناسی هنر واقعا جامعه شناسی شیء هنری نیست، بلکه همونجوری که ابتدا هم گفتم شاید اینجا من خیلی علاقه دارم بگم که خودم رو یه جورهایی میخوام در بستر فکری ژان دووینیو قرار بدم. ژان دووینیو با من کسی که نوعی از جامعه شناسی هنر رو صحبت میکنه که بیشتر بهش میگه جامعه شناسی تخیل. این مربوط به فرمایش شماست آقای دکتر بابایی، نم و اتفاقا در ضمن فرمایش شماست آقای دکتر شار. جامعه شناسی تخیل یعنی اینکه اصلا تخیل‌های ما چگونه ساخته میشن. صلح بیشتر بر ما یک آرزو که نه یک تخیله. از طرف دیگه یک سوی دیگه برای من در جامعه شناسی هنر اصلا جامعه شناسی احساساته. یعنی ما نمیتونیم جامعه شناسی هنر رو بدون جامعه شناسی احساسات چندان هم توضیح پذیر کنیم. اصلا جامعه شناسی هنر رو بخوام صرفاً یک جامعه شناسی موزه‌ای بدونیم که مربوط به اشیاء هنری هست، کار مازادی بر تاریخ هنر نمیتونیم انجام بدیم. تاریخ هنر داره این کار رو به خوبی انجام میده، اشیاء هنری رو توضیح پذیر میکنه، ولی رابطه ما با این اشیاء برمیگرده به جامعه شناسی احساسات. ما از اون گذره که میتونیم هنر رو بهتر توضیح بدیم. جامعه شناسی تخیله که ما میتونیم باز یک راه دیگری باز کنیم که هنر رو در متن تخیل اجتماعی توضیح پذیر بکنیم. بله ما میتونیم از تخیل‌های اجتماعی صحبت کنیم مثل صلح، در واقع نیستن. ما در طول تاریخ مدام جنگ داشتیم، اگرچه که خانم مارگارت مید یک انسان شناسی است که در این حوزه کار میکنه توضیح میده، میگه که میل انسان به صلح نه به جنگ. یعنی ما عمدتاً تاریخ جنگ و گریز جوامع رو میشناسیم، ولی معنیش نیست که تاریخ پر از جنگ بوده. تاریخ در جاهای زیادیش این بارقه‌های صلح داشته. و این نکته دیگری اضافه میکنه، میگه در دوران مدرن جنگ‌های ما بیشتر از طول تاریخ شده. یعنی انسان مدرن در جهان مدرن که بیشتر در جستجوی صلح، جنگ‌های بیشتری هم رقم زده. مثلا همین تجربه ملی‌گرایی و ساخت کشورها، یعنی متعدد شدن کشورها، جدال‌های مرزی رو با خواسته‌های ملی افزایش داده. شما احتمالاً هر بارشی از زمان که بگذارید یک کشوری با یک کشوری درگیری مرزی داره نیست. به این ترتیب اگرچه که خواست ما به صلح، تخیل اجتماعی ما برای صلح، ولی فی الواقع در دنیامون جنگ‌ها در افزایش هم پیدا میکنه. یک بار یک نمایشگاهی بود که یونسکو داشت برگزار میکرد برای نقاشی کودکان از جنگ و صلح.
هر چند دوره برگزار میشه. یک دورش از من خواستن که کار بچه‌ها رو ببینم و قدری صحبت کنیم درباره‌اش و واقعا برای من سوال بود که بچه‌ها چگونه صلح رو میتونن تصور کنن و تصویر کنن. این همون تخیل اجتماعی است. و شوربختانه واسه بگم که بچه‌های ما بیشتر جنگ رو نقاشی میکنن. عجیبم نیست. ما هم وقتی موزه صلح تأسیس میکنیم در واقع تصویر جنگ اونجا میگذاریم، بقایای جنگ اونجا میگذاریم، ترس از جنگ اونجا میگذاریم، مذمت کنیم جنگو، مذمت کنیم، ولی عملا جنگو نشون میدیم، حتی تکریم میکنیم، حتی تقدیس میکنیم. بله. به این ترتیب صلح رو کمتر نشون میدیم. اصلا تخیل اجتماعی صلح چجوریه؟ ما خیلی وقت تخیل اجتماعی صلحمون رو از دست دادیم. به این ترتیب باید بریم سراغ خیال ورزترین آدم ها، یعنی هنرمندها، بگیم که صلح رو چجوری میشه تخیل کرد. سیاستمدارا ممکنه به نظرشون مسخره بیاد، بگن که شما واقعیت ها رو نمیشناسید که دارید دم از صلح میزنید. راست میگن. مثلا تو ایران اونا راست میگن، نه که راست ماجرا اینه. اونا ببینید مثلا توی همین چند دهه گذشته خودمون نگاه کنید، کدوم حزب، گروه، دسته و جناح سیاسی سراغ دارید که درباره صلح حرف زده باشه؟ همه درباره ضرورت جنگ و آمادگی برای جنگ احتمالی صحبت میکنن. اصلا رقابت برای اینه که چه کسی آماده تره برای که احیانا جنگی نشود. چی در مورد گفتمان صلح؟ اصلا گفتمان صلح گفتمان غایبی در ایرانه. برای همین از این منظر سیاست ورزان وقتی شما بگید که گفتمان صلح در ایران ضروری است، بهتون میگن شما خوشخیالی واقعیت ها رو نمیبینید. و وقتی میریم سراغ خیال ورزترین ها، یعنی هنرمندا، و میگیم صلح چطور میتونه باشه، میگن این واقعا خیال بافیه، چون شما تو این دنیا زندگی نمیکنید. ولی اتفاقا این بخش از دست رفته ماست. دو چیز از دست دادیم، هم خود صلح در جهان مدرن نسبت به جنگ انگار کم رنگ‌تر شده، دو تخیل اجتماعی صلح ما داریم از دست میدیم و جنگ یک ضرورت بقا برای جوامع تبدیل شده. خب اینجاست که واقعا این که به هنرمندا اینجوری نیست که بگیم برید به صلح فکر کنید، نه، باید مجال اینو داشته باشن که صلح رو تخیل کنن. و من وقتی که با این نقاشی‌های بچه‌ها مواجه می‌شدم که احساس می‌کردم درش تخیل صلح نیست، واقعا برای من که یک هشدار بود. من چند سال پیش، من اخیراً نرفتم، فکر نکنید اخیراً نمایشگاه دیدم، چند وقت پیش، تقریباً 5-6 سال پیش دیدم نمایشگاه رو، ولی واقعا برای من میخوام بگم مربوط به جنگ 12 روزه نیست که فکر کنید الان دیده باشم بچه‌ها جنگو بکشن. مربوط به فکر کنم سال 97 که این نمایشگاه دارم میگم صحبت کردیم که رفتیم دیدم. اون زمان هم بچه‌ها انگار تخیلی از صلح نداشتن و با خودم میگم خب این بچه‌های بدون تخیل صلح چه اتفاقی براشون میفته؟ و ما بخشی، خود ما هم بخشی از این فقدان تخیلیم دیگه، نه؟ بله همینطوره. تخیل یه وقتایی پیش میاد که ما احساس در واقع فقدان میکنیم یا احساس نیاز میکنیم. شاید من دارم تو ذهن خودم در واقع کنکاش میکنم که چرا کودکان از صلح تصویری نداشتن یا کم رنگ بوده براشون. شاید به خاطر اینکه اونا احساس نیازی به صلح نمیکنن، یعنی فطرتشون کلا صلح رو داره، میدونی منظورم چیه، ولی جنگ رو دیدن، تنازع بقا در واقع براشون یک مسئله است، یک در واقع تربیت خانوادگیه، گفتگو میشه تو جامعه. اما صلح یه جورایی در واقع تو فطرتشون وجود داره، یعنی چه لزومی نداره تخیلش کنن. ما چیزی رو که نداریم تخیل میکنیم. نمیدونم درست دارم؟ برای کودکان اینطوریه ها، برای جوامع در واقع انسان‌های بالغتر یا کسانی که تو جامعه یا سیاستمدارا آره طبیعتاً اینطوری نیست. من این تخصص ندارم که بخوام از نظر فلسفی تخیل رو توضیح پذیر کنم، ولی تخیل پاسخی به فقدان هم نیست. یعنی ما به واسطه ای که این رو نداریم نمیریم اون رو تخیل بکنیم. تخیل اتفاقاً فراتر رفتن از خودمونه و حتی فراتر رفتن از نیازهامونه گاهی وقتها. یعنی اونی که ما به فقدان هم فکر میکنیم آرزو میکنیم نیست، ولی تخیله میتونه حتی فراتر از آرزوهای ما هم باشه دیگه، نه؟ این فراتر رفتن از حتی نمیخوام
بگم فراتر رفتن از امیال باشه، نه، ولی فراتر رفتن از داشتا و نداشتا اونم هست. اصلا برای همینه که هنرمند جایگاه مهمی داره تو جامعه مدرن. چرا؟ چون اصلا به این فکر کنیم چرا هنرمند مدرن در جهان مدرن مهمتر از گذشته شد؟ یعنی در جوامع تاریخی هنرمندها پیشوران ماهری بودن، احترام اجتماعی هم داشتن، ولی الان هنرمندها دیگه جایگاه کاهن اعظم رو پیدا کردن، نیست؟ واعظان جهان مدرنن. چرا؟ چون اونها تنها کسی هستن که میتونن خیال ورزی کنن. چجوری میتونن خیال ورزی کنن؟ ما اینجاست که تصویر اینجا در جنبش سنت زیاد صحبت میکنیم، اینکه چجوری این تصویر رمانتیک از هنرمند ساخته شد. ولی مسئله تصویر رمانتیک از هنرمند فقط نیست. چرا جامعه اینقدر به هنرمند اهمیت میده؟ جامعه‌ای که اینقدر درگیر اتفاقا خواسته ها و نخواستن ها شده، آدم ها مدام درگیر فقدان ها، اینو ندارن و به دست بیارن، اینو داشته باشن اونو جایگزین کنن. اصلا برای همینه که برای هنرمند مدرن آدم ها یک جایگاه ویژه در نظر میگیرن که این آدم انگار بی‌اعتناست به جهان روزمره ما، میتونه از این جهان خواستن نخواستن ها یه قدم اونورتر بره و حالا امکان خیال ورزی پیدا کنه. قصه داشتم برای دخترم میخوندم، اینو اگه دیدی نامربوطه هستش کنید. یادم نیست، نمیتونم نقل قول کنم نویسنده‌اش کی بود، ترجمه بود. اصلا اینو بذاری پای پاورقی، نمیخواد توی پادکست باشه. یه جایی بود، یه سری ما همیشه داستان مورچه و ملخ رو شنیدیم. ملخی که کار نمیکرد، مورچه که جمع میکرد. اینجا هم یه موشی بود که کاری نمیکرد، نشسته بود در دیوار نگاه میکرد، طبیعت رو نگاه میکرد و بقیه موشا داشتن آذوقه جمع میکردن. بعد زمستون که شد اینا توی مموش، اسمش مموشه. مموش بود؟ آره، شاید. کتاب داستان. آره من میگم یاد اسمش هم شاید. آره زمستون که شد اینا تو لونه هاشون نشستن، آذوقه زیاد داشتن، خسته شدن، کلافه شدن. بعد اونی که هیچ کار نکرده بود شروع کرد گفت حالا من براتون شعر میخونم. چه جالب. من میتونم شعر براتون بخونم؟ نه؟ آره خب ما به شعر نیاز داریم، میدونی همه چیز نمیتونیم کار بدونیم که یعنی و فرق هنرمند در جهان مدرن دگرگونی مفهوم کاره. برای اینکه ما کار رو مهمترین موجودیت جهان مدرن رو کار دونستیم و تمام نظریه‌های انقلابی، فکر کنید نظریه مارکسیستی از تعریف کار نیست و نسبت انسان با کار داره شروع میشه و ما از این یک ایدئولوژی میسازیم، یک نظام سیاسی میسازیم در قلبش چیه؟ مفهوم کار. اما یه مفهوم دیگه هم داریم، نکار، به قول نشان شناسانه چیزی غیر از کار. هنرمندها کارشون در نظام کار مدرن تعریف نمیشه. برای همین شما نمیتونید بگید ساعت کار هنرمند، ساعت کار نداره هنرمند، نه. در حالی که ما همه نظام اجتماعی کنونی کار چجوری تعریف کردیم؟ با ساعت کار. نظام کارمندی داریم، همه چیز، دستمزد همون ساعت کاره. ولی برای هنرمند نه کار اون شکلی که ما تصور میکنیم، نه دستمزد کار. برای همین وقتی میخوایم از اشتغال هنرمند صحبت کنیم اصلا جور در نمیاد. وقتی میخوایم از معیشت هنرمند صحبت کنیم جور در نمیاد. چرا جور در نمیاد؟ چون دوی تعریف کنونی ما از کار در جهان مدرن انگار قرار نمیگیره. این آدمی که تو جهان مدرن ما قرار نمیگیره، متفاوت میشه، همه عجیب نگاش میکنیم. چون اون آدم میتونه از این جهان که ما ساختیم خودشو بکشه کنار و به خودش مجال تخیل بده. به این ترتیب یک جایگاه انگار کاهنانه بگیم، زاهدانه بگیم، دیوانه وار بگیم، توصیف‌های متناقضی که از هنرمند می‌کنیم ناشی از همینه. برای اینکه میتونه از جهان ما بره کنار، نیست؟ حالا شما این آدمی که رفته کنار رو یکی میتونه دیوانه خطابش کنه، قدیس، عارف خطابش کنه، نه هر چی هست که اون یه کار مهمی داره انجام میده. متفاوت بودن. بله، متفاوت بودن. و این تفاوت میتونه جلوه‌های مختلف هم داشته باشه، تو لباسش، توی موهاش، توی اداش، چون متفاوته. و ما این تفاوت رو به رسمیت میشناسیم، چون برایش یک احترام مضاعف قائلیم،
بهش اجازه میدیم که تازه خیلی هم متفاوت تر هم باشه و به نوعی دیگه فکر کردن. بله ما این رو داریم به رسمی میشناسیم. چرا؟ برای اینکه اون میتونه از جهان ما بره، از این سرعت روزمره ما خودشو بکشه کنار و چه چیزی میتونه انجام بده که ما نمیتونیم؟ خیال ورزی، تخیل صلح اون میتونه انجام بده. و الا ما که در کشمکش روزمره هستیم و در کشمکش بقا، البته که انگار جنگ برامون یک بداهتی پیدا میکنه، هم در زندگی روزمرمون، هم در زندگی اجتماعیمون، هم در زندگی سیاسیمون. نه دکتر موریدی عزیز، شما یک جای بسیار مناسبی رو در دانشگاه هنر تشریف دارین که به تربیت دانشجویان در حوزه جامعه شناسی هنر میپردازین و در سطح خیلی کلانتر برای دانشگاه هنریمون یکی از مراجع بسیار بسیار خوب برای پایان نامه‌ها و رسالات دکترا در این حوزه هستین. میخواستم ازتون خواهش کنم یه آسیب شناسی از وضعیت فعلی ارائه بدین. آیا با توجه به حالا وضعیتی که وزارت علوم ایجاد کرده برای حالا رشته درس در این حوزه، آیا ما میتونیم امیدوار به خروجی هایی باشیم برای آینده؟ یه بخش اینه و یه بخش دیگه، آیا پژوهشگاه هایی هستن از پژوهش های جامعه شناسی هنر حمایت کنن؟ خب یه تجربه مشترک من خود شما داشتیم که متاسفانه در جایی که حالا ما بودیم این امکان فراهم نشد. یعنی ما یک سفارش بسیار عالی میتونستیم داشته باشیم که خیلی میتونست کمک کنه به جامعه هنری کشور ما و انجام نشد. در مورد وضعیت پژوهشی این عرصه میخواستم یه آسیب شناسی برای ما ارائه بدین و اینکه چه کارهایی باید انجام بشه، چون مطمئناً نکات شما میتونه برای خیلی ها که میخوان کاری هم انجام بدن راهگشا باشه. در خدمتتون هستیم. خشم. اول اجازه میخوام که جامعه شناسی هنر رو در گستره پژوهش‌های هنر قرار بدم و بگم که چه جایگاهی داره. ما میتونیم 4 موج پژوهش هنر رو در ایران تفکیک کنیم. موج اول یا دوره اول خب خیلی تاریخ نگارانه بود. منظورم اینه که باستانشناس ها و تاریخ نگاران به شرح، توصیف و دسته‌بندی هنر ایران پرداختن. خب کار سترگ میشه کار آقای آرتور پاپ، محصول این روی کرده و روی کرده که ادامه پیدا میکنه. میتونیم سالهای 1300 تا 1310 به ویژه تا 1340 رو در این در واقع جریان قرار بدیم. پس از اون ببینیم که نوع پژوهش‌های هنر در ایران یک گرایشی به مردم شناسی و مردم نگاری پیدا میکنن. معرف این دوره مجموعه مجلات هنر و مردم هست که شما آشنای پژوهشگران آشنا هستن. کسانی که دارن در این دوره کار میکنن مثلا میرن سراغ هنر ایلات، میرن سراغ هنر اقوام در ایران، در هم تنیدگی آیین‌ها و هنرها رو مطالعه میکنن. اینو بومنگاری، یعنی موج دوم اسمشو بذاریم بومنگاری هنر ایران. از میتونیم بگیم که از اواخر دهه 30 در دهه 40 واقعا به یک بلوغی میرسه و بعد هم ادامه پیدا میکنه. مثلا مطالعاتی که پیرامون تعزیه میشه، اینا بعد از انقلاب هم ادامه پیدا میکنه. در دهه 60 همچنان میتونیم بگیم که ما میراثدار این نگاه مردم شناسانه هستیم. یعنی شما پژوهش‌های هنری اون دوره رو نگاه کنید، باز پیرامون تعزیه است، پیرامون هنر و اقوام. همچون که در موسیقی میریم به سمت موسیقی مقامی، موسیقی بیرون از مرکز. نه، اینا همه دلایل اجتماعی و گفتمانی داره که من فقط میخوام به دسته‌بندیش اکتفا کنم. از دهه 1370 به بعد مطالعات معرفت شناسی هنری که اهمیت پیدا میکنه. اون زمانی که میبینید خب رشته‌ای مثل حکمت هنر قرار تأسیس شه، یا بسیاری از پژوهش‌های رشته‌ای به طور مشخص پژوهش هنر سمت و سوی معرفت شناسی هنر، فلسفه هنر کمی بعد و حکمت هنر پیدا میکنه و اینجا تلقی از فلسفه هنر همچنان حکمت هنر هست. خب اینا باید برگردیم به شرایط گفتمانی دهه 70 که چرا
این گرایش به وجود آمد. از نیمه دهه 80 اما این موج چهارم پژوهش‌های هنری که بیشتر خودشو نشون میده با اون مطالعات اجتماعی هنر هست. ببینید که از نیمه دهه 80 گرایش دانشجوها، تمایل دانشجوها، مسئله دانشجوها معطوف به جامعه شناسی هنر هست. پایان‌نامه‌های بیشتری در دانشگاه هنر در همین رشته پژوهش هنر نوشته میشه که همین گرایش جامعه شناسانه رو در خودشون دارن. نه اینکه پیش از این نبوده است، به مساوی به صحنه آمدن، مسئله مند شدن دارم عرض میکنم. هنوز هم اون گرایش‌های پیشین، گرایش‌های تاریخ گرایانه، مردم نگارانه، معرفت شناسانه وجود دارن، اما شما میبینید که در دهه 90 سهم جامعه شناسی هنر داره افزایش پیدا میکنه. خب در جایی که من هستم در دانشگاه هنر هم میبینم که بچه‌ها چرا مسئله های اجتماعی هنر دارن، چراهای اجتماعی هنر برشون برجسته میشه. اما خب به دو دلیل میتونم بگم که رشته جامعه شناسی هنر یا گرایش جامعه شناسی هنر آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته. بیرون از دانشگاه، چرا شما بیرون از دانشگاه نگاه کنید کتاب‌های خوبی برای جامعه شناسی هنر ترجمه شدن، منتشر شدن یا بعضن تألیف شدن بیرون از دانشگاه. اما در درون دانشگاه اول یک مقاومت هسته‌ای داریم، یعنی همچنان اون گرایش حکمت هنر و معرفت شناسی هنر به استقبال، دور از انتظار هم نیست که به استقبال جامعه شناسی هنر نروند، یعنی که رویکرد دیگری است، به زبان دیگری است، یک رویکرد انتقادی در خودش داره. به این ترتیب در پژوهشگرهای نسل پیشین این گرایش چندان مقبولیت هم ممکنه نداشته باشه. به این ترتیب در درون هسته‌های آموزشی و پژوهشی استقبالی از جامعه شناسی هنر نشده، اما از جانب دانشجوها این تقاضا رو به افزایشه، برای اینکه شما با نسل تازه‌ای از دانشجوها الان مواجه هستید که مسئله اجتماعی دارن. به دلیل دیگری رشته جامعه شناسی هنر هم هنوز شکل نگرفته و اون اینه که ما جامعه شناس هایی نداریم که چندان هم آشنا باشن به هنر، پژوهشگر هنر باشن. اتفاقا دارم میگم که پایان‌نامه‌های جامعه شناسی هنر افزایش پیدا کرده در مرحله اول در دانشگاه هنر که بیشتر شده، در مرحله دوم در دانشکده‌های علوم اجتماعی. در دانشکده‌های علوم اجتماعی هم به واسطه رشته یا یک گرایشی در مطالعات فرهنگی بود که اونها به سمت مطالعات سینما و پس از اون به سمت مطالعه تئاتر و پس از اون به سمت مطالعات فرهنگی بصری رفتن، نه هنر لزوما. ویژوال کالچر مسئله مطالعات فرهنگی بود که در ضمن سراغ نقاشی و دیگر هنرهای تصویری هم رفتن. به این ترتیب ببینیم که آبشخور جامعه شناسی هنر از یک سو مطالعات فرهنگی در دانشکده علوم اجتماعی است به عنوان یک دیسیپلین دانشگاهی، از یک طرف گرایش دانشجوها، مسئله دانشجوها در رشته‌های هنری است. اما این دوتا اگرچه که به انبوهی پایان‌نامه تبدیل شدن که بعضشون خیلی خوبند، اما هنوز به یک دیسیپلین دانشگاهی تبدیل نشدن. در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران کسانی تلاش کردند، من هم همسویی ذهنی داشتم با این بزرگواران که اصلا طرح رشته جامعه شناسی هنر نوشته بشه، اصلا دانشجوی کارشناسی ارشد در جامعه شناسی هنر بگیریم. اما خب مورد توافق نبود. کسانی که پیگیر بودن و متولی بودن گفتن که در نهایت بشود یک گرایش در درون جامعه شناسی. اما یک گرایش در درون جامعه شناسی مسئله رو به وجود می آورد که اصلا مثلا کسی که داره دکترای جامعه شناسی میخونه مگه چقدر با هنر آشناست یا چقدر مجال پیدا میکند که با هنر آشنا بشود؟ آیا این رشته ناتمام نمیمونه با عنوان گرایش آموزشی؟ لذا در حوزه آموزش چندان جامعه شناسی هنر اقبالی برای شکوفایی نداشته، اما با عنوان یک گرایش پژوهشی هم می‌بینیم که در دهه 90 کتاب‌های بیشتری منتشر شده، کانون‌های بحث بیشتری تشکیل شده، ولی این بحث‌ها و اینها چندان موقعیت نهادی پیدا نکرده، نه در دانشگاهی، نه در پژوهشکده‌ای، نه در فرهنگستان هنر، نه در دیگر پژوهشکده‌ها
چنین اقبالی جامعه شناسی هنر نداشته. انشالله که داشته باشه البته. ممنون ازت. بسیار متشکرم. محمد رضا جان اگر اجازه بدین من حالا باز برگردیم به بحث رابطه هنر و جامعه. میخوام ازتون در واقع خواهش کنم راجع به بحث هویت توی این مقوله موضوعی در واقع اشاره داشته باشیم و اینکه اساسا منظورم این هستش که وقتی ما داریم راجع به هنر صحبت میکنیم در جامعه، هنر باید بتونه انعکاس دهنده ویژگی‌های مفهومی یا هویتی اون جامعه خودش باشه. مثال میزنم، مثلا وقتی که اثر هنری رو میبینیم چگونه متوجه میشیم که این هنرمندش از بستر اجتماعی جایی به نام ایران در واقع اومده و داره این اثر رو خلق میکنه؟ آیا این با فضای منطقه مثلا چون خاورمیانه با مثلا کشورهای اعراب یا مثلا چون خاور دور این ارتباطه به لحاظ هویتی توی جامعه چگونه تعریف میشه و هنر میتونه این رو متجلی کنه یا تجسم کنه؟ نمیدونم سوالمو درست مطرح کردم. آره اتفاقا اشارتونم به واقعا یک مسئله خیلی مهم و بغرنجه. چرا میگم بغرنج؟ برای که همون ابتدا ما با یک تناقض مواجهیم. هنرمند میگه من کسی یا جایی رو نمایندگی نمی کنم. هنرمند مستقل میگه من هنری رو خلق میکنم. حتما نشستم که اینجا هنر ایرانی خلق کنم، من نشستم هنر خاورمیانه‌ای خلق کنم، من هنری برای جایی خلق نمی کنم. اینو هنرمند نمیگه، فقط تاریخ هنر به ما میگه. تاریخ هنر در دوره مدرن نیست، به هنرمندهایی داره مشروعیت و مقبولیت میده که این مستقل و آزاد بودن انگار درشون اهمیت بیشتری در کارشون میتونه داشته باشه. به ترتیب ما همواره از هنرمند انتظار داریم که مستقل باشه، آزادانه خلق کنه و مرزهای جغرافیایی رو در مینورده و چه بسا چنین نتیجه‌ای داشته باشه. بله حداقل هنرمند خودش رو مقید به جغرافیا، مقید به اون چیزی که ما ممکنه بهش بگیم مثلا هویت جغرافیایی لزوما ندونه. اون خودش رو یک خلاق میدونه، خودش رو در ارتباط با پیرامونش محیط میدونه و بعداً تاریخ نگارا ممکنه به این بگن هنر ایرانی. ولی خب بالاخره هویت هم یک پارامتر بسیار همین این ولی مهمه، برای که گفتم در یک تعارض ما باید بحثمون شروع کنیم. از یک طرف هنرمند خودش رو نماینده چیزی نمیدونه، ما هم اینو رسمیت میدیم، میگیم که باید آزادانه خلق کنه. از سوی دیگه انتظار داریم که هنرمندی که داره در ایران کار میکنه خب ایرانی کار کنه، در پیوند با جامعه کار کنه، در خلا که کار نمیکنه. درسته که هنرمند آزاد هست، مستقل هست، اما در ارتباط با پیرامونشه. هنرمند و طبیعت هم، یعنی اگه بخواد بگی من از طبیعت الهام میگیرم، این طبیعت هم وجه اقلیمی داره و این اقلیم وجه سرزمینی داره. یعنی در نهایت یک ارتباط محیطی اجتماعی پیدا میکنه که طبیعت که فقط، یعنی اقلیم که فقط طبیعت نیست، اقلیم یک امر اجتماعیه. شما اقلیم با چی میشناسید؟ با کویرهای ایران، با دشت‌های ایران، با کوه‌های ایران. بازم مسئله ایرانه. این از گذر بی‌طرف‌ترین امر که طبیعت هم باشه باز دلالت هویتی پیدا میکنه. لذا هنرمند هر کاری بکنه دلالت هویتی سرزمین داره. ما داریم همون ابتدا انگار در یک تناقض شروع میکنیم بحثمون رو. یعنی انتظار همزمان متناقضی از هنرمند داریم. برای همین حال وقتی میخوام بریم سراغ این که این هنرمند چقدر ایرانی داره کار میکنه، خودمون اول برای خودمون انگار یک دشواری ساختیم. هم قراری که آزاد کار کنه، هم قراری با دلالت سرزمینی کار کنه. بغرنجی کار حتی جای دیگری است. کجا؟ وقتی که ما میگیم که هنرمند ایرانی کار کنه، این ایرانی بودن هم خودش یک عمقی داره، اگه بگم یک غوطه‌وری مفهومی داره، بیراه نیست. چون ما باید غوطه‌ور شیم در مفهوم ایرانی بودن، ببینیم چی به دست میاریم از ایرانی بودن. ایرانی بودن به مثابه یک امر اجتماعی، از چه وجهی می‌خوایم نگاه کنیم؟ بله دقیقاً به عنوان یک امر تاریخی نیست. مثل اینکه الان کسی بخواد اینجا به مثابه نقاش ایرانی بیاد نقاشی کنه که دلالت‌های سغدی داره بر ما ایران، بعد اونو داره یک خط سیری بهش میده، از یک منشئی داره الهام میگیره یا اقتباس میکنه که دلالت‌های ایرانی داره، اما کدوم ایران نیست؟
دقیقاً، یعنی میدونی، یعنی میخوام بگم که سویه های مختلفی پیدا میکنه. در این حال میتونه هنرمندی باشه که از گوشه دیگری از تاریخمون اقتباس بکنه. در ثانی وقتی ما میگیم یک هنر ایرانیه، مگه منظور اون اقتباس از میراث ایرانی است؟ زیست ایرانیش هم مهمه. یعنی کسی که همینجور که تو ایران داره کار میکنه، همینجور که تو ایران داره زندگی میکنه، بر همین ایرانی بودن چه شکلیه؟ یه شکلی برمیگرده به اون پرسش اول شما، اینکه ایلخانیان چگونه هستن. نه اینکه بگیم که ایرانی بودن تو دوره‌های هنری مختلف چه آرکیتایپی میتونه داشته باشه. این آرکیتایپ ساختن ها گاهی وقتا وجه برچسب‌زنی پیدا میکنه. مثلا در کتاب روح ملت ها شما چندین نوع برچسب‌زنی دارید دیگه، نه؟ آقای آندر زیگفرید کتابی داره به اسم روح ملت ها و اونجا کاتگورایز میکنه، میگه که مثلا لاتینی ها واقع بینن نیست، فرانسوی ها خیلی هوشمند و مبتکرن، انگلیسی ها خیلی سرسختن، آلمانی ها خیلی منضبطن و روس ها هم یه جور عرفان مسلکی و صوفی منشی درشون هست. ایرانی هم خیلی باحالن. اینو ما میتونیم بگیم، نه؟ اتفاقا این سوال ماست، نه؟ و با خودمون بگیم که اگه آقای آندر زیگفرید بخواست در ادامهش رو ایران کار کنه، برای ایران چی میگفت؟ دو تا مسئله است. آیا اصلا این برچسب‌زنی ها درسته؟ ما هنوز هم این کار میکنیم یعنی هنوز هم میگیم که چینی ها خیلی سخت کوشن، ژاپنی ها خیلی جنگجو سرسختن. یعنی ادامه پیدا میکنه. انگار که هر سرزمینی میخواد خودشو در یک جای آرکیتایپ بکنه و ما دقیقاً از یک سو برچسب زنیه، از یک سو ایدئال سازیه. همین توصیفا مثبت بودن، یعنی هیچ کسی نباید توصیف منفیشو بگه دیگه، نه؟ حالا اگه ما بخوایم خودمون این تصویر رو از ایران بسازیم و بگیم که اگه همچین ایدئال تایپی بسازیم، ایدئال تایپ نه آرمان نیست، یعنی یک گونه هستن و یک هنرمندی مثلا بگیم که چیزی که ما خودمون دوست داریم، بگیم ایرانی خیلی مهمون نوازن، دیدین؟ استناد میکنیم به چی؟ به کلی سفرنامه نویسی ها. بعد حالا اگه یک کسی یه فیلمی بسازه مثل مهمان مامان که این آرکیتایپ توش باشه، میگیم چقدر ایرانی ها همون باحال شماست، نه؟ اونی که باید باشه. ولی خب اینم گزینشه، چون ما خیلی چیزای دیگه ممکنه داشته باشیم نگیم، به زبون نیاریم. اصلا کی گفته که روح ملت ها اینجوری هست که آندر زیگفرید داره توصیف میکنه؟ اینا چیزاییه که ما دلمون میخواد بذاریم تو ویترین و دیده بشه. دقیقاً. حالا وقتی میگیم ایرانی بودنه، حالا ما دوست داریم ایرانی که دوست داریم تصویر کنه یا تجلی کنه، یا ایرانی که واقعیه؟ اون وقت میرسیم به دوراهی دو تا فیلم. یک زمانی خیلی این دوراهی بحث برانگیز شد، جدایی نادر از سیمین و یحبقن. این دوتا قرار بود دوتاشون نماینده ایران شدن تو اسکار. نیست؟ یه ایرانی بود که ما دوستش داشتیم، دوست داریم که اینجوری باشه، خانواده ها دور همن، برای یک مهمونی جمع شدن، قراره که یک عروسی بشه، روابط مستحکم تر بشه، اونی که میخواد بره خارج نمیره خارج. اما یه سمت دیگه چی بود؟ جدای نادر از سیمین. همینقدر واقعی، همینقدر تلخ. آدمایی که از هم جدا میشدن، آدمایی که میخواستن از ایران برن، این واقعی تر بود، ولی اون دوست داشتنی تر بود. حالا کدومش ایرانی تر بود؟ قرار بود معرف ما هم بشه تو اسکار. این انتخاب فقط یه انتخاب هنری نبود، هم یه انتخاب هویتی بود، هم یه انتخاب سیاسی بود. فقط یه انتخاب سینمایی نبود دیگه، نه؟ درست. یه کدومش بره. خیلی هم سیاسی بود. اون زمان هم دو دسته شدن، اصولگراها، اصلاح طلبها پشت یه فیلم وایسادن. اصلا صورتبندی سیاسی پیدا کرد. سینماگرام که می‌خواستن ارزیابی سیاسی بکنند، قبل از هر چیزی از جایگاه سیاسی سینماگرا صحبت می‌شد که این از چه جایگاهی داره ارزیابی می‌کنه، نه سینمایا. به این ترتیب ایرانی بودنه چند لایه میشه. ایرانی که واقعی تره یا ایرانی که دوست داشتنی تره. حالا اگه یه نفر باشه اصلا یه نقاشی بکشه از یک نگارگری که به جای اینکه بیاد از قرمز نگارگری استفاده کنه، از خود خون استفاده کنه، مثل آقای رشید قریشی توی پاکستان نقاشی با خون انجام میده. خون همینقدر پرخون، همین نگارگری رو کارش آشناست، نه؟ کارش رو توی پشتوبه موزه متروپولیتن اجرا کرد، توی بیانال شارجه. ما توی ایران میشناسیم کارش رو، ولی رنگش رنگ خونه، یه همینقدر واقعی. این واقعی تره، این پاکستان واقعی تریه.
از هر سمتش نگاه کنی تاریخش پر خونه. همین تاریخ نه چندان طولانی تأسیس کشورش منظورمه، نه تاریخ سرزمینش، نه همینقدر باقی. ما کلی الان هنرمند داریم که با رویکردهای پست مدرن کار میکنن، نگارگری هم کار میکنن، هنر کار میکنن که ایرانی است، اما درش اون ایرانی که واقعی ناخوشاینده برای ما تجربه اجتماعی، یعنی انباشتی از گسست‌ها شده ایران، انباشتی از شکاف‌ها شده ایران، شکاف طبقاتی، گسسته نسلی و اینو به شکل‌های مختلف ممکن در تصویرشون بیارن. این هم ایرانیه، همینقدر ایرانیه، این ایران واقعیه. یا کسی هم ممکنه بره چنان نگارگری دلفریبانی بر ما کار کنه با دلالت‌هایی از سغدی‌ها یا گورکانی‌ها که پیوندهای تاریخی سرزمینی ما رو از هند تا ماورانشون بده، این هم ایرانی بشه. اما این که ما به عنوان مخاطب جلوی کدوم قرار بگیریم و ایرانی تر بدونیم برمیگرده به انتخاب‌های ما، حتی به خوانش سیاسی ما، به تعلقات هویتی ما. یعنی در نهایت یک ایرانی واحد که وجود نداره که نه ما چجوری ایران رو دوست داریم، باشه ارتباط برقرار میکنیم. ایرانی که همین الان مسئلهش واقعیه، یا ایرانی که دوست داریم به شکل آرمانی بسازیمش. همین الانی که داریم صحبت میکنیم که فکر کنم آخره پادکست بشه کم کم، نه ما با موج دیگری از ملیگرایی در ایران مواجهیم، برآمده از شرایط اجتماعی. یعنی ما یک ملیگرایی سیاسی داشتیم، یعنی دستگاه‌های سیاسی که از دوره پهلوی اول پشتیبان یک ملیگرایی رسمی بودن. ما یک دوره دیگه ملیگرایی‌های اجتماعی هم داشتیم، ملیگرایی‌های میراثی داشتیم. یعنی کسانی که دیگه در دورانی که ملیگرایی یک نیروی سیاسی نبود، ملیگرایی وجه میراثی پیدا کرد. کسایی که رفتن سراغ هنرهای سنتی، رفتن سراغ حفظ خانه‌ها و هر چیزی با تعلق میراثی خودشون، این ملیگرایی وجه فرهنگی پیدا کرد از اون وجه سیاسی. یعنی ما میتونیم یک ملیگرایی سیاسی و از یک ملیگرایی فرهنگی اینجا توی حدودی جدا کنیم. ملیگرایی پس از انقلاب دیگه یک نیروی اجتماعی نبود، بلکه یک نیروی حتی به حاشیه برده شده بود. اون وقت تجلی‌های فرهنگی پیدا کرد. رشته هنری هم همین کارو می‌کردن، میگفتن حفظ میراث کنن. اما الان ما با یک ملیگرایی مدنی تازه مواجهیم، برآمده از همین سال‌های 1400 به بعد، برآمده از شکل تازه از جنبش‌های اجتماعی. این ملیگرایی دوران تازه ایران رو داره شکلی دیگری باز تعریف میکنه. شما همین الانی که داریم صحبت میکنیم نگاه کنید در فضای مجازی، نهادهای مختلف، نهادی که میگم شکل سازمانی نداره، گروه‌های مختلفی از پژوهشگران هستن که شروع کردن به مطالعات ساسانی به یک زبان تازه، مطالعات هخامنشی به یک زبان تازه، مطالعات معماری ایرانی به یک زبان تازه. اونها همه در جستجوی یک ملیگرایی تازه هستن، از سیمرغ گرفته تا نیمروز گرفته یا چیزهای از این دست که برای ما آشناست. اینها باعث میشه که یعنی گرایش تازه‌ای رو در تعریف هنر ایرانی رقم خواهد زد. یعنی پیش چشممون در احتمالاً در فصل‌های پیش رو نمایشگاهی خواهیم دید با دلالت‌های از ایرانی بودن به یک شکل دیگریش. این ایرانی بودنه مدام داره باز تعریف میشه. خیلی متشکرم. ولی حقیقتش رو بخواید ما چنینیم، با خودمون که خلوت میکنیم با این وضعیت‌های متناقضی هم مواجه میشیم. اساساً من زندگیم رو همونجور که پژوهش‌هام رو در شکاف‌ها و گسست‌ها دنبال میکنم. اگه دقت کرده باشین من هر وقت که با شما شروع کردم به صحبت با یک اما اگر شروع کردم، یا گفتم ما با تناقض‌هایی یا ما با درایی‌هایی مواجه هستیم. در گفتگوها من زیاد تکرارش کردم، من خودم رو مدام در این درایی‌ها چند رایی‌ها قرار میدم. بله. برای همین وقتی که میرم سر کلاس، معلمی اینجوریه دیگه، آدم حرف میزنه. وقتی بچه‌ها میگن که خب جامعه شناسی هنری میخوام برای بچه‌ها شروع کنم، از اولین چیزی که دوری میکنم تعریف کردنه. میگم چیزی به اسم جامعه شناسی رو من حداقل نمیتونم تعریفش کنم یا هنر تعریف نمیکنم.
من از شکاف‌ها و گسست‌ها شروع می‌کنم. عجیب نیست به عنوان کسی که ادگار مورن رو دنبال می‌کنه و اندیشه پیچیده ادگار مورن رو سرمشق خودش قرار میده، خودم تو عرض می‌کنم، یعنی سعی می‌کنم در تناقض‌ها و دوگانگی‌ها غوطه‌ور بشم. عجیب نیست که همزمان جاز بلوز گوش بدم و احتمالاً جام توی شجریان. این رو شاید برای کسی خیلی پر از تناقض توصیف کنه، ولی من این رو یک غوطه‌وری در تناقض‌ها برای خودم توصیف میکنم. خیلی آموزنده بود. خیلی متشکرم. مرسی محمد رضا موریدی عزیز در کنار هادی بابایی مهربان و دوست داشتنی. خیلی خیلی متشکرم. امیدوارم که بحث خوبی باشه. اگه فکر کنیم نکته پایانی هست هادی جان شما. خواهش می‌کنم. من ممنون ازتون. من اصلا واقعا خودم منتظر این گفتگو بودم. از محمد موریدی عزیزمون باز هم یاد بگیرم و استفاده کنم از وجودش و امیدوارم همه مخاطبان هم لذت ببرن از این صحبت‌های ما از پذیرایی شما بسیار سپاسگزاریم و حضور محمد رضا موریدی. خیلی متشکرم. پراکنده باشید. شما خسته نباشید. آقای دکتر محمد رضا موریدی، من یک سوال چالش برانگیز برای شما دارم. دوستان اگر مایلین پاسخ بدید. بله اگر مایلید البته. اگر مایلید. من می‌خوام شما رو توی یک از این تناقضات قرار بدم. می‌خوام بدونم که شخصیت ملی محمد رضا موریدی اگر یک فرصت داشته باشه برای ارائه در واقع اون ملیتش به جهان برای دیده شدن، شما دوست دارین که ایران آرمانی رو به نمایش بذارین یا آنچه که در حال حاضر در حال وقوعه و هست؟ اگه دوست دارین ممنون میشم جواب بدین. خب به عنوان کسی که فرصت دارین. بله به عنوان کسی که جامعه شناسی رو دنبال میکنه، من آدم واقع گراتری هستم. این رو یک اولویت میدونم، اگرچه اون خواسته جذابی برای همه ماست، اما من با واقعیت ها سرکار دارم. متشکرم. چه سوال هوشیارانه. مرسی. خوب. خیلی متشکرم محمد. خسته نباشید همگی. گفتگوی جذابی بود واقعا. قربون شما. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. به هر حال بابایی خیلی ممنون که این خودم که فراهم کردیم برای این گفتگو. خودم که همش گفتم پراکندگی میشه. هر سخنی داره میشه. قربون شما. شما درسته که